سلام بچه ها. امروز اسکیت آوردم براتون. اسکیت آوردم، قراره روش یه طرحی بندازیم. این اسکیت قدیممه، یه اسکیت جدید دوباره خریدم. این اسکیت دارم، فقط میخوایم روی این طرح بکشیم. طرحهای دیگه هم کشیدم روش، اینم هست. حالا یه طرح جدید هم آوردم اینجا بهتون نشون میدم. حالا بریم که طرح بکشیم. میزو خالی کنیم، یه طرح خوب روی این پیاده کنیم و بیشتر موقع روی این طرح با گچایی که تختای قدیم میکشیدن رو دیوارا میکشیدن. الان ما گچ نداریم متاسفانه، با غلطگیر یا گچ های دیوار، از این گچ ها هم میشه بدی تهیه کنی، با اون هم میشه بکشی. الان ما غلطگیر داریم، وقت نکردیم بریم بیرون گچ هم بیاریم حتی. خب چیزی که میخوایم روی این الان پیاده کنیم، یه دونه هدفونه میارم جلوتر نشون میدم. یه هدفونه که به صورت یه چیز کوچیک این جلو یا وسط انجام میدیم. طرح قدیمشم پررنگتر میکنیم. حالا من انجام میدم، به شما نشون میدم. بچه ها سعی خودم رو کردم، اینجوری شد. بذار بیارم جلو، اینجوری شد. حالا به صورت کش شما دارید میبینید. این الان تقریبا اینه. حالا یه کمی کوچیکتر شده ولی دیگه سعی خودم رو کردم، این شد. حالا چند تا دیگه هست، چیزای دیگه هم براتون میارم، پستای جدید چیزای جدید و براتون میذارم. تمرین اسکیت هم براتون میذارم. پیج من رو چک کنید و دنبال کنید. ممنون.